سلام. امروز میخوام کوله‌های فضایی کپسولیمون رو بهتون معرفی کنم. کوله‌هامون دارای دو مدل ساده و طرحدار هستش. کوله‌های فضایی سادهمون دارای دو اندازه کوچیک و بزرگه که تو مقدار عرضشون مشخصه. کوله فضایی سایز کوچیک دارای عمق کمی که مناسب توتی کوتوله گیرینچیک تا حدودی مرغ مینا و مرغ عشق هستش. قابلیت نصب چوب داره و دونخوری، همچنین دارای کفیه و جای نصب اسباب بازی یا سایر موارد رو داره. از جلو و بغل هم راه انتقال هوا داره. کوله فضایی سایز بزرگ کمی عرضش عمیق‌تره برای پرنده‌هایی که دمشون بزرگتر و سایز بزرگتری دارن، مثل عروس هلندی، راهب، ملنگو، تا حدودی شاه توتی و این گونه توتی‌ها. این کوله داره کفی جدا شده برای جلوگیری از کثیف شدن کف کیف، قابلیت دوباره نصب چوب و دونخوری و آبخوری رو داره. این دوتا کیف دارای کفی‌های ضربه‌گیر هستن و پشتشون هم به این شکله که تو رنگ‌های مختلف هم موجودن. کوله فضایی طرحدار اما یک مقدار جنسش با کیفیت تره، دارای دو تا جیب بغله، عمق بیشتری داره، اندازه داخلش فضای بزرگتری داره، مثل اون یکی ها صفحه روش تلقیه، کفی جدا شونده داره، قابلیت نصب چوب و دونخوری و آبخوری داره و جنس بسیار خوبی داره که میتونید تو اکثر توتیسانان سایز کوچک و متوسط و گاهی بزرگا مثل کاسکو استفادهش کنید. این کیف هم دارای پدای ضربه‌گیر زیر و به علاوه پدای ضربه‌گیر پشته که بسیار مناسب حمل پرندگان و حیوانات خانگیه. کلیه این کیف ها در رنگ های مختلف و این مدل در طرح‌های مختلف موجوده که طرح‌ها شدن اینستاگراممون میتونید ببینیدش و با توجه به موجودی انبار میتونید سفارش بدید.